السلام علیکم بینندگان گرامی، با خواهشی یکی از دوستان حالا ما میخواهیم اثبات یک نابرابری را به شما نشان دهیم. شرطی مسئله چنین است که اگر A, B و C طرفهای سه کنجه باشند، آنگاه این نابرابری زیرین را یعنی من این سومه سه هر سه همین افاده کلان از سه بودنش را اثبات نماید. برای اثبات این نابرابری بسیار از همه راه قلی‌ترین و آسان‌ترین نابرابری های سه کنجه را استفاده بردن است. مثلا ما میدانیم که در همه گونه سه کنجه سومه دو طرفی آن یعنی مثلا A جمع B همیشه کلان از طرف سیم است. درست است؟ و این چنین مثلا A جمع C کلان از B و باز B جمع C کلان از A. این به واسطه از شرطی درست بودن نابرابری برمی آید. هر سه همین نابرابری ها. انا اکنون چیکار میکنیم؟ از هر سه همین نابرابری ها می آوریم A را. اگر از درستی همین نابرابری استفاده برده از A را یابیم، A کلان از 3 مینوس B می شود. فقط از برای آنکه طرف های سه کنجه می توانند کلان و خرد شوند، ما با مدول میگیریم تا اینکه فهمیم که باید که همین قیمتی مطلق آن قیمتی مطلق فرق دو طرف از این طرفی A همیشه خرد است. از نابرابری دوم باشد طرفی C را میگیریم یا اگر C کلان از B ترک A می شود. از نابرابری سوم اکنون B را میگیریم. B را یا اگر B کلان از A ترک C می شود. اینک ما از بس که این نابرابری ها درست هستند و ما با مدول گرفتیم، یعنی که هر دو طرف هم مثبت هستند، ما میتوانیم به کوادرات برداریم. به کوادرات برداشته پیدا میکنیم A کوادرات کلان از 3 کوادرات جمع طرح 2BC جمع B کوادرات. نابرابری دوم باشد چی؟ 3 کوادرات کلان از B کوادرات طرح 2AB جمع A کوادرات. نابرابری سوم باشد B کوادرات کلان از A کوادرات طرح 2AC جمع C کوادرات می شود. انا اکنون از نابرابری یکم من این دوچنده را به قسم دیگری نابرابری میگذرانیم. پس ما داریم A کوادرات جمع 2BC در قسم دیگر ماند B کوادرات جمع C کوادرات. B کوادرات جمع C کوادرات. عیناً همین خیلی دو نابرابری دیگر را نیز تبدیل می‌دهیم. ما داریم خب C کوادرات ترک دو جمع 2AB کلان از A کوادرات جمع B کوادرات. B کوادرات. از نابرابری سوم ما داریم B کوادرات جمع 2AC کلان از A کوادرات جمع C کوادرات. اینک ما میدانیم که B کوادرات جمع C کوادرات، A کوادرات جمع B کوادرات، A کوادرات جمع C کوادرات عددی مثبت است، چون که سومه دو کوادرات همیشه عددی مثبت بود. ما میتوانیم به هر دو طرفی نابرابری B کوادرات جمع C کوادرات، برای دومش A کوادرات جمع B کوادرات، برای سومش A کوادرات جمع C کوادرات را تقسیم کرده گیریم. ما داریم منه A کوادرات جمع 2BC تقسیم B کوادرات جمع C کوادرات کلان از 1. از اینش پیدا میکنیم C کوادرات جمع 2AB تقسیم A کوادرات جمع B کوادرات باز کلان از 1. خب از نابرابری سوم داریم منه B کوادرات جمع 2AC تقسیم A کوادرات جمع C کوادرات اینم کلان از 1. اگر هر سه همین نابرابری های درست را طرف های چپش رو به چپش راستش رو به راستش جمع کنیم، این نابرابری ما اثبات شد. ما پیدا میکنیم A کوادرات جمع 2BC تقسیم B کوادرات جمع C کوادرات. خب جمعی بیتون اول اینش نویسیم مانند نابرابری داده شده شود. از جای وضع کردن جمع شونده ها سوم تغییر نمی‌یابد. بنابراین ما داریم A کوادرات جمع C کوادرات
جمعی من نابرابری مابینانگی می نویسیم داریم 3 کوادرات جمع 2ab تقسیمی a کوادرات جمع b کوادرات. طرفای چپش جمع کردیم، علامتی کلان را گذاشتیم، یک جمع یک چند شد؟ 3 شد. پس سومه هر سه همین ifade کلان از 3 شد. و همین تمام نابرابری ما اثبات شد. و کانال آبونه شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نکنید. خیر.